دوستان سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی خوش اومدین به دوره آموزشی 0 تا 100 استوری. اول از همه میخوام ازتون تشکر کنم که به فکر پیشرفت شغلیتون هستین و این دوره رو تهیه کردین که بتونین به صورت کاملا حرفه‌ای و اصولی کار توی اینستاگرام، بحث استوری گذاشتن، سناریو چیدن و اینجور مباحث رو یاد بگیرین. قطعا خودتون متوجه شدین که دوستانی که یه پیج خیلی حرفه‌ای دارن چقدر تونستن پیشرفت شغلشون رو بیشتر و بیشتر کنن و فروش‌های خیلی خیلی بالایی رو تجربه کنن و قصد ما اینه که توی این دوره آموزشی تمام مواردی که شما نیاز دارید توی بحث استوری گذاشتن، فروش در استوری و بحث الگوریتمیک استوری که چه چیزی باعث افزایش ویو میشه و این موارد رو به صورت کاملا اصولی و حرفه‌ای بهتون انتقال بدن و با مثال‌های خیلی ریز که شما بتونید به راحتی توی کسب و کار خودتون این آموزش‌ها رو پیاده سازی کنین و نتایج فوق‌العاده بالایی رو دریافت کنین. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ مبحث آموزشی و مواردی که می‌خوایم بهش بپردازیم، یه سری نکات رو نیازه که بدونین. اول از همه می‌خوام خودم معرفی کنم. من مهدی رجایی هستم. لیسانس کامپیوتر دارم، گرایش نرم افزار. تمام اصولی که قراره تو این دوره به شما انتقال بدیم بر اساس تجربه‌ایه که ما تو این مدت روی پیج‌های مختلف به دست آوردیم. یعنی تفاوت این دوره با دوره‌های آموزشی اینه که ما توی پیج‌های مختلف با زمینه‌های کاری مختلف اومدیم یک سری اصول و موارد رو تست کردیم و به صورت حرفه‌ای به یک سری فرمول‌های خیلی ریز و اصولی رسیدیم که با اجرا کردن اون فرمول‌ها شما هم میتونین به صورت حرفه‌ای توی کسب و کارتون پیاده سازی کنین و همون نتایجی رو بگیرین که ما تونستیم واسه پیج تمام دوستانی که با ما کار میکنن بگیریم. مباحث الگوریتمیک اینستاگرام خیلی الان این روزا مد شده و توی تمام پیج‌ها، تمام اساتید، تمام کسایی که آموزنده هستن و استاد هستن توی زمینه تولید محتوا و فضای مجازی دارن اینجور موارد رو آموزش میدن. اما یه سری ترفنده و روش‌های وجود داره که شما اگر اونها رو بتونید درست پیاده سازی کنید و همون فرمول‌هایی که بهتون گفتم رو خیلی حرفه‌ای میتونید نتایج فوق‌العاده‌ای رو توی کمترین بازه زمانی از پیجتون دریافت. خب زیاد دیگه وقتتون رو نمیگیرم. توی قسمت بعدی میخوام در رابطه با بحث یه سری افکار و یه سری طرز فکرها صحبت کنیم و میخوام که اون قسمت حتما ببینیم چون خیلی اهمیت داره و تا حدود خیلی زیادی میتونم بگم 50% نتیجه‌ای که میخوایم بگیم از نگاه کردن این دوره توی همین قسمتی که قرار با هم بریم که قسمت بعدی رو داشته باشیم. خیلی